آقا سلام. من امرو بچه از سر کار دیر میرسیدم، خیلی کار داشتم دیگه. به منوش پیام دادم، گفتم نمیرسم خرید کنم، برو خرید کن. از در پارکینگ که اومدم تو، قربونش برم، من بوی غذاش کل ساختمون رو گرفته بود. ببینیم چی درست کرده برام. به به، شما هم گذاشته برام عزیزم که انقدر تو مهربونی. دستپختش خدایی بچه ها یکه دیگه. انقدر خسته بودم گفتم من واقعا جور ندارم خرید کنم دیگه. خودش رفت خریدا رو انجام بده و بیادش. اه، اومد. چه با هم رسیدیم. سلام، قربون دستات برم من عزیزم. اونو دستای کوچولوت برم که رفتی خرید کردی واسه من. مرسی عشقم، پای غذات کل خونه رو گرفته. دست گلت درد نکنه بابا جونم، دستات خسته شد غذام برام درست کردی. فردات